نشست، منم چیزم کنارش. یا آقا دیگه هم نشست کنار من، 3 تا تو تاکسی نشستیم. این خانم که نشسته بود بنا کرد به من ور بره. تا بنا کرد ور بره، منم بنا کردم بهش ور برم. ور برو پیاده شدم. من کاش دادیم همون جایی که من پیاده شدم اونم پیاده شد. تو کوچه اون منو باغ کفترال دیده ای کم منو باغ کفترال دیده ای کم بودن باغ دنبال همون هم تو کوچه برگشت گفت داداش خجالت بکش. دیدم وای خواهرم. اشتباهی که میشه دیگه این وسطه. ببینید عزیزان، همه جای دنیا همینه، اشتباه اتفاق میفته. همه جای دنیا مردم سوار تاکسی میشن، 3 نفر صندلی عقب ماشین تاکسی میشینن، هم دیگر میمالن. این اونو میماله، اون اینو میماله، یه وسطیه این دو جفتشونو میماله. کاری دیگه اتفاق میفته، مالیده همه میرن و راننده تاکسی تفلک هم فقط سرش به فرمون و روبرو که به باغ برسه. چراغ قرمز مثلا وامیسته، چراغ سبز و مثلا که میخواد بره، شما همجای مالیده دارید میرید، هم دیگه رو میمالید. چراغ مثلا کاشنه زرد هست که مثلا آبر پیاده است، همونجور که آبر پیاده رد میشه شما اندازه هم دیگه رو میمالید. آره چیز طبیعیه، خیلی طبیعیه، چیز عجب غریبی نیست. تا همونجا میمالید میرید در باغ که رسیدی، خب مجبور پیاده شید دیگه، مالیش رو میذاری دیگه نمیمالید هم دیگه رو. پیاده میشید پشت سر هم رو میگی ای داری میری طرف یه باغ. اون موقع است که تازه میگید ای خاک بر سر داداشی من بودم داشتی میمالیدی. اونم میگه ایوا آبجی تو بود. اما بسیار خانواده فهمیده، روشن فکر، مسائل همه حل شده است. در باغ ممکنه میرن تو، میرن آبگوشتشون رو میخورن. فقط این داستانه ها برای شماست که شما وقتی که به مرحله مالش رسیدی یه خود حواستون جمع باشه که همچین اتفاقایی ممکنه بیفته. همین عزیزان، مسئله مشکل حل شده است. امیدوارم که درس عبرتی گرفته باشید. دلم براتون تنگ شده بود، دل شما هم برای من تنگ شده بود. دل به دل راه داره عزیزانم، در خدمت هستم، کم بمالید. اصلا سوار تاکسی نشید، خطرناکه. من که دیگه نمیشم. البته گفتم همه جای دنیا همینه، هم دیگه میمالن اون پشت. خدای توبه. برید تا دیدار بعدی. قربون شما ملت نمک نشناس. فداتون بشم تا مالش بعدی. فعلا خداحافظ. خانم نشست، منم چیزم کنارش. یا آقا دیگه هم نشست کنار من، 3 تا تو تاکسی نشستیم. این خانم که نشسته بود بنا کرد به من ور بره.